برای درست کردن کباب کوبیده اول پیاز رو رنده میکنیم. آب پیاز حتما باید گرفته بشه. نمک و فلفل رو با گوشت چرخ کرده، یه خورده چربیش هم باید زیاد باشه. اگر چربی دوست ندارین دکتر گفته نخورین، کباب کوبیده لطف کنین نخورین، چون کباب کوبیده خشک خوب از آب در نمیاد. براتون برسونم این مرحله که تمام میشه. حالا بعد خوب به هم میزنیم. بعد از به هم زدن مرحله سیخ زدن گوشت کرده به سیخ ها هست. بسته تو بچه. خب این من همینجوری واسه چیز یه وقته یه خورده رزمارین نمیزنم، چیز خاصی نیستش که حالا یه خورده عطر طعم میده، ولی اصلی نیست تو کار کباب کوبیده. خب اگه یه دونه سیخ هم بزنی که دیگه عالی. الان سیخ نمیخوای بزنی؟ نه الان باید قاطی بشه پسر من. خب قربت برم. این من نمیدونستم اینقدر پیاز میخواد کباب کوبیده. هر 1 کیلو دو تا پیاز متوسط درشت میخواد. دوباره بگو 1 کیلو گوشت هم چیز میده 12 تا سیخ. آها اینو من یادم رفت بگم که برای هر 1 کیلو گوشت چرخ کرده گوسفند باید 2 تا پیاز متوسط درشت رو رنده بکنی و آبش گرفته بشه، فراموش نشه. شبتون بخیر. پس چیزا دیگه تکنیک سیخ زدن اینا رو نمیخواد توضیح بدی؟ چرا تکنیک سیخ زدن مهمترین قسمتی که کباب گله میکنن که کبابا میریزه مسئله سیخ زدن هستش. اجازه بدید وقتش برسه خبرتون میکنم. خب آخه ویدیو رو بلد نیستم سر هم بچسبونم که همین الان لاقل تئوری. من میکنم. خب باشه قطع میکنیم دوباره. کوروش جان اون